پهلوان تاجیک مقیم روسیه محمدبek محمدبekov روز 25 یونیو سال 2022 در رقابت نهایی در مسابقات بین المللی گشتین дзودو توسکولوی بزرگ در شهر اولانباتور پایتخت مغولستان در وزن 73 کیلو بر پهلوان مغول سنت اوچر غالب آمد و قهرمان این مسابقات شد. محمدبek محمدبekov در دور نیم نهایی طاهر بودبول از اسرائیل را شکست داد. محمدبek محمدبekov فرزند حاجی شاهین محمدبekov تاجیک مقیم روسیه که همگی 22 سال دارد همراه پسرعمکش سامان محمدبekov در نزد عمک‌های خود ارگش و فاطم محمدبekov در شهر ایرکوتسک روسیه مشق میکنند. سامان محمدبekov در مسابقه های بین المللی تحت پرچم تاجیکستان هنرنمایی میکند، ولی محمدبek محمدبekov در هیئت روسیه از بس که روسیه را به دلیل جنگش به ضد اوکراین از حق اشتراک در اکثر مسابقه های بین المللی محروم کردند، محمدبek محمدبekov در مسابقات توسکولوی بزرگ در اولانباتور تحت پرچم فدراسیون بین المللی گشتین дзودو به میدان برآمد. این الکی سومین مدال طلای محمدبek محمدبekov در مسابقات توسکولوی بزرگ است. محمدبek محمدبekov در سال 2021 دو مقام اول و مدال های طلای مسابقات توسکولوی بزرگ در قزان و بکو گردیده در زاگرب مدال برنجی به دست آورد. تا امروز محمدبek نخستین و یگانه ورزشگر تاجیک است که 3 مرتبه برنده نشان طلایی مسابقات توسکولوی بزرگ گردیده است.